روز اخیر رمضان است. امشب نماز تراویح نیست. چرا اینقدر غمگین هستم؟ چرا اینقدر غمگین هستم در حالی که فردا عید است؟ باید بسیار خوش می بودم. چی کار شده بالایم؟ از رمضان تا رمضان دیگر عین قصه. باید نماز زیاد می خواندم، قرآن زیاد تلاوت می کردم که زندگی ما تغییر می کرد. و باید زندگی خودم تغییر می دادم. نوست بسیار شرمنده هستم. چطور گذاشتم که رمضانی قسم از دست من بره؟ چطور گذاشتم؟ تا هنوزم باور نمی کنم که چطور فرصت رمضان از دست دادم. این فرصت از دست دادم بدون اینکه تغییری در زندگی بیاید. چطور نتونستم از این فرصت استفاده کنم؟ چرا نتونستم از این فرصت برای تغییر زندگی خود استفاده کنم؟ یا الله، مرا در این لحظات اخیر ماه مبارک رمضان ببخش. در حقیقت طبعی باید عبادت می کردم و مستحق بودی که عبادتت رو انجام می دادم. انجام ندارم. اجازه ندهید رمضان دیگر از شما بگذرد. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب مفلحون سر بزنید. مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.